تو چالش شرکت کنی؟ چه چالشی؟ چالش ارزونترین و گرونترین تیپ. مامانت قراره ارزونترین لباسایی که داره بپوشه، گرونترین لباسایی هم که داره بپوشه. چون کلا من آدم برندبازی نیستم که مثلا بگم آی حتما باید لباس که میشم برند باشه، از این بخرم از اون بخرم، ساعتمو ببین انگشتم. نه، میگم هر چی بهم اومد و خوشگل بود و تو تنم وایساد اونو میگیرم و استفاده میکنم. ولی یه جورایی عشق لباسم و خیلی بده. پشیمونی‌های زیادی راجع به این موضوع دارم. یه وقتی احساس میکنم که این ضعفمه و زیادی خرید میکنم. کمدام همینجوری پر میشه. قبلا که ایران بودم خب خواهرای عزیزی داشتم که هم ازم دزدی میکردن هم خودم لباسامو بهشون میدادم. خیلی خوب بود. ولی تو یه سال و چند ماهی که کسی نیست، الکی کمدام پر شده، بعد نمیتونم لباس جدید بخرم و ولش کن. بریم ارزون ترین تیپم که همینجوری تو ذهنم که مرور کردم خیلی ارزون میشه. از پولی که ساندویچ میشه. و گرون ترین تیپم که نمیدونم حساب نکردم چقدر میشه. ولی دارم. لباسای لاکچری گرونم دارم. بریم بپوشیم. بگذار لایک تو یادگاری باشد پای ویدئوی من. بلایک ای دوست عزیز. لایک چیزی از تو کم نمیکنه، ولی ویدئوی منو باعث میشه که یوتیوب فکر نکنه تو رباتی داری میبینی من فیک زدم. لایک تو ارزشمند هست. هر لایک شما نشانی شخصیت والای شماست. دمت گرم. بریم سراغ کمد. تادا! هر کسی فکر میکنه کمدش از من مرتب تره قطعا درست فکر میکنه. کمد من خیلی نامرتبه، ولی دیگه همینه که هست دیگه. من پیدا میکنم لباسا و وسایلمو. خب بریم ببینیم چی داری. اول میخوایم با ارزون ترین لباسی که من تا حالا خریدم و دارم و میتونم باهاش ست کنم. تاپ میخوایم، شلوار میخوایم، شلوارک دامن اینو میخوایم. ببین چه تیپی از توش در بیاد. این شما و این ارزون ترین تیپی که دارم. شلوار دقیقا دفعه اول میشم و نمیدونم برای چی از این گرفتمش. حالا شاید به این نمیاد، ولی تاپه پشتش رو نگاه کنی. به خاطر پشتش گرفتم. خیلی باحاله و باورتون میشه $2.5 یعنی از یه آیس کافی قیمتش کمتره. شلوار $5 تو نمایشگاه گرفتم و بریم کیف و کفش و بقیه چیزا هم بهتون نشون بدم. نمیدونم اینو در بیارم بذارم رو شلوار چجوری میشه. این کفش ارزون نداشتم. این ارزون ترین صندلی که داشتم اینم $5 $4.75 و به نظر من شما هم اصلا کفش ارزون نخرید. یعنی اینکه شده یه دونه کفش آدم داشته باشه ولی یه دونه کفش خوب و سالم سلامت داشته باشه، به خاطر اینکه پا قلب دوم ماست. صندلای $4.75 رو به پا میکنه. تیپم داره تکمیل میشه. ارزون ترین کیفی که داشتم اینو گرفتم $3. باورتون میشه خیلی بامزه است. گوشواره‌ام 50 سنت. یکیش نارنگی پوست نکنده است، یکیش نارنگی پوست کنده است. فکر کنم اگه اینم پوست میکندن گرون‌تر. هار. ارزون ترین عطری که دارم اسپری وازلین $2.25. بوش خوبه. دیگه واسه تیپمون چیکار میتونیم بکنیم؟ عینکی که جایزه گرفتم از این گردون‌ها چرخوندم $0. دستمال گردنی که شین اشانتیون فرستاده $0. مارک خودش هم گنده زده. این ارزون ترین شلواری بود که داشتم، اما دامن دارم از این شلوار ارزون تر. بذار بپوشم بیام ببین کدوم بهتره. برگام دامنه خوبه. باورتون میشه این $5 $4.5 در واقع. جوراب شلواری هم $4.5 توی آف گرفتم. همین هفته قبل اولین بار رو پوشیدم. فقط صندلا خیلی سفتم. دیگه قرار ارزون ترین تیپو نشون بدیم دیگه. تازه اینو بهتون بگم، من لباسایی که از ایران و ترکیه خریدم و اصلا تو این چالش حساب نکردم. فقط لباسایی که اینجا گرفتم، چون اگه بخوام لیر یا تومن رو به دلار تبدیل بکنم اون لباسا خیلی ارزون میشه. خیلی خوب میافته. مثلا میشه $1 اینجوریا. این دامنم باحاله. اصلا چرا من
میپوشیدمش حالا. تازه با این تاپ نه، مثلا من اینو ترجیح میدم با این نیمتنه مشکی بپوشم یا یه پیرن سفید اینجوری گره بزنم. خوشم اومد. ولی اینم یه ذره کمرش گشاده اومد. اینم $4.5. حالا بین اون شلوار گلگلیه، دامن کرمی چرمه و این چارخونه مدرسه‌ای من اسمشو میذارم کدوم؟ حالا اگر که صندل رو جزء چالش حساب نکنیم و فقط باید کفش باشه، یه چیزی پیدا کردم. آقا پارسال من این چکمه رو گرفتم $15. باورتون میشه؟ تازه $14 بود، با تکسش شد نمیدونم 15 و 16 یه همچین چیزی. کی گرفتم وقتی که دیگه زمستون داشت تموم میشد و دیدین که لباس زمستونیاشون رو وقتی که زمستون تموم میشه آف میزنن. بهترین تایم خرید چکمه و کاپشن و توش مقواه. دارم خوشتیپ میشم انگار با تیپ ارزونم میشه خوشتیپ بود. نظر شما مهمه. بیام عقب‌تر، چکمه‌ها معلومه؟ دامنه متاسفانه میاد پایین. کیفمو بیارم. دادا! ارزون ترین تیپی که دارم چند میگیره؟ از 1 تا 10 بهش نمره بده. حالا دستتون رو بدین بریم سراغ گرونترین تیپم. برگام شبیه این فیلم ترکیه شد که طرف مثلا یه دفعه پولدار میشه و زندگیش عوض میشه و اینا. از اون تیپ به این تیپ. کت زارا $220. خیلی گرمه درش بیار، خیلی هم سنگینه. گرونترین اکسسوری که دارم گوشواره‌های اسم خودم، گوشواره سارا، مرواریداش اصله، بعد طلاه، بعد خودم سفارششون دادم چون دستساز بودم گرونتر شد. با قیمت نظر بگیریم. لباس $120 برند نیست، ناشناسه، فکر کنم دستوزه. دامن H&M $35. کفشای خیلی خوشگلم که شانس آوردم به این لباس میاد نقره‌ایه. فلیندی $230. گرونترین اتکلانم گود گرل 80 میل $190. کم بزنم حیفست. بوش فوق‌العاده است. اگه دنبال یه اتکلان شیرینی من واقعا اینو بهتون پیشنهاد می‌کنم. می‌تونید 30 میلش رو بگیرید که اگه دوست نداشتین رو دستتون نمونه. کیفم از شین $55. اینم کار دسته. همینا بود. فکر کنم قبل اینکه بریم من این سوال دارم. این دامنه بهتره یا اون دامنه؟ حالا چرا میپرسم؟ به خاطر اینکه ما چند روز مونده به کریسمس مهمونی شرکت پارتنرم دعوتیم. بعد من واقعا نمیدونم چی بپوشم. اینو همین امروز گرفتم $20. بعد به نظرتون معلومه که ارزونه چون خیلی اصرار دارم که همین لباسمو بپوشم. تا حالا هیچ جا نپوشیدم، خیلی دوستش دارم. ولی به نظر شما دامنه معلومه ارزونه و حالا به غیر از اصلا قیمتش خیلی تو ماچ نیست، یعنی خیلی دیگه برق نمیزنه. یه شکلی نشدم زرق و برقی. کفش که اینا نمیشم، مشکی میپوشم. گوشواره هم ازتون یه سوال دارم، دامنو حتما تو کامنت جواب بدین. اینم من بگین که این گوشواره پاپیونیه رو بندازم یا این گوشواره آویزونیه رو. کیفم که کیف مشکی میگیرم. اینم من بگو چون واقعا دغدغه شده. چه مسخره نیست آدم دغدغه باشه که چی بپوشه؟ باز شروع کردی برای لباس؟ یه برو پیژامه بابات بپوش. اینم گرونترین تیپم. از 1 تا 10 به این تیپ چند میدی؟ یادت نره بهم بگو این دامنه یا اون دامنه. مرسی که ویدیو رو لایک میکنی. دمت گلگلی. 2 تا ویدیوی باحال دیگه هم گذاشتم که اونا رو هم ببینی. فعلا خدافظ. ساکوپوری یه دنیا دوستتون داره. من برم کوهی از لباس و کیف و اتکلان و اسپری و اینا که ریخته اونجا رو پشت صحنه رو جمع کنم.